اول چت جی پی تی رو از گوگل پلی دانلود میکنید. واردش میشید، توی این میزنید، اول وارد اکانت گوگلتون باید میشید، ایجاد تصویر و تصویری که خواهید رو مینویسید و صبر میکنید تا تصویرتون ساخته بشه. وقتی که پیام به چت جی پی تی بره یه صفحه باز میشه که نشه در حال ساخت تصویر ایناهاش داره تصویر رو میسازه و باید صبر کنید و بهترین تصویر ممکن رو واسه شما میسازه. حالا باید به تصویر کلیک کنید و صبر کنید تا نمایشش دانلود بشه. وقتی تصویر لود بشه میبینید که تصویر شما ساخته شده و با این گزینه میتونید ذخیره‌اش کنید.